مهاجران قرغیز در 2 ماه کار در ساختمان بیش از 2000 متر مکعب بتون ریختند. باید برای کارشان 22 میلیون روبل می گرفتند، اما شرکت آنها را از کار رانده است. تا این وقت همه خوب بود. آنها نقشه کشیده دادند و کار را با موافقه می کردیم. برای بسته اول و دوم معاش را سری وقت گرفتیم، ولی از بسته سوم تأخیر سر شد. هر روز وعده می دادند که پگاه روز دیگر یا شنبه یا سه شنبه می دهند. مشکل از ماه ینور آغاز شد. شرکت ارسکا منالیت با صاحبکار الکساندر باور قرارداد بست. صاحبکار عهدهدار شد که در ساختمان بینای استقامتی شرکت بروسنیکا در اومسک بتون ریزد. با تاکید الکساندر باور، ارسکا منالیت پیمانکار لایحه است. صاحبکار گروهی 100 نفره اساساً مهاجران قرغیز را جمع آورده شرطنامه بست و از اول فوریه به کارهای ساختمانی سر کرد. با ادعای باور مشکل در پرداخت حق کار از همان ماه اول سر شد. Нам заплатили в середине марта. میانه ماه مارت پول را پورا برای فوریه دادند و ما پول کارگران را پرداختیم، ولی ماه مارت سر شد. میگفتند یا پول نقد میاریم یا به حساب بانکی میگذرانیم، یا مبلغ کافی نداشتند تا بیارند. با من حتی رسید میفرستادند که قسم اولی پول ماه مارت را گذراندند، ولی در نهایت پول حسابشان کم بوده است و پول نگذشته است. در آخر با ما گفتند که شما پول را نمیبینید، ما از همه قرض داریم و تمام. با گفته صاحبکار همراه با بیناکاران آنها عهدهداری‌های شرطنامه را اجرا می‌کردند. بر طبق شرطنامه پول ما با ساعت حساب و پرداخت می شود، یعنی آدم بستش را تمام کرد حق کار را میگیرد، ولی باز معیار معین برای ریختن بتون هم بود. در مجموع ما آنجا 2000 متر مکعب بتون ریختیم که بیش از معیار است و باید پول کارگران را به ما میدادند. ماه اول ما 700 و ماه دوم 2200 متر مکعب بتون ریختیم. الکساندر بیسونوف رئیس شرکت ارسکا منالیت باور را که مهاجران را به کار جلب کرده بود عیبدار میکند. ما از این آدمان برای تهمت به پلیس شکایت بردیم. کارگران زیر دست پیمانکاری ما کار میکردند، آنها با کار تامین بودند و ما به او پول میدادیم. و تمام نامه‌های ما و شرطنامه‌های خود را به شما نشان داد. ساختن چیزی که وجود نداشت و بعد گفتن که کسی از او قرضدار است درست نیست. شرکت ارسکا منالیت سبب قرضداری از 2 شرکت دیگر را که کارگران را با غذا و جای زیست تامین میکردند شرح نداد. آنجا هم گپ سری میلیون ها روبل می رود. مهاجران برای مساعدت به حل قضیهشان به مسئولین قرغیزستان مراجعت کردند. اکثر آنها به وطن خود برگشتند. صاحبکار الکساندر باور و نماینده ساختمانچیان رهبری شرکت ارسکا منالیت را به دادگاه کشیدند.